دخترای امروزی یادشون نمیاد یه زمانی بود دخترها به خواستگاراشون جواب رد میدادن. یکی از دوستان میگفتم چرا نمیری خواستگاری؟ گفت میترسم تو جلسه خواستگاری دختره بگه بیا با هم دوست معمولی بشیم. اون آقایونی که انتظار دارن که خانم‌هاشون مثل یک فرشته باشن باید محیط منزلشون مثل یک بهشت درست کنن تا یک فرشته اون تو باشه. اگر این عقیده هستید دست باشید. از دماغش پیداست. اگر آن دخت شیرازی به دست آرد دل ما را، به خط چشم او بخشم 2 بنز 3 مزدا را، نه مثل حافظ صادق سمرقند و بخارا را. چقدر فرق کرده. من شعری میخونم از خواهر حافظ. بالاخره خواهرش هم میتونسته طبع شاعرانه داشته باشه. خواهر حافظ میگوید که مژده ای دل که مسیحا نفسی میآید، شوهر خوب مگر گیر کسی میآید. و در همین خصوص از سعدی براتون میگم. سعدی علیه الرحمه میگه که چو دیگر نباشد امیدی به شوی ز گهواره تا کو دانش میچوی. واسه این دانشگاه پر دختر. اما پسرها نسبت به دخترها خیلی وجدان پاکی دارم چون ازش اصلا استفاده نمی‌کنم. برای من راست باشه. اما شرکت شیر پگاه اخیراً اعلام کرده اون پسرایی که دل دخترها رو میشکنن من شیرم حلالشون میکنم. میدونید یکی از دوستان میگفت که اون پسرایی که شلوارای قرمز و صورتی تنگ میپوشن من میترسم در آینده نزدیک ساپورت هم بپوشن. میگفت یک عمر برای تصاویر حقوق زن و مرد تلاش کردیم تا که بالاخره تونستیم حق سوراخ کردن گوش و زیر ابرو برداشتن برای آقایون بزنیم. یک دل نوشته براتون میخونم. یه مقدار ممکنه اشک تو چشمتون جمع بشه، اما خودتون رو کنترل کنید. از طرف بعضی از دخترهای دم داغ این دل نوشته بسیار تکان دهنده است. در کودکی خواندیم که آن مرد آمد، آن مرد در زیر باران آمد، آن مرد با اسب سپید آمد، اما ما ترشیدیم اون مرده که با خر هم نیامد. با بابا همچنان اینان دو بابای دوباره من شر میکنم زندگی از سر میکنم. اما دقت کردید هرچی پسر مشنگ قسمت دخترهای قشنگی. دقت نکردید. یکی از دوستان میگه اگر جایی روزی حسن دیدی یه خانومی دهنش رو بیش از حد اندازه باز کرده، انقدر که قیافش خیلی وحشتناک به نظر میرسه، خوف نکن، نترس، اون با تا کاری نداره، اون داره ریمیل میزنه. از کجا دیدی که برام؟ من میگفت ادامه کنید بسید. من میگم اما اگر روزی جایی آقایی رو دیدی که سینه‌ش رو سپر کرده داده جلو، زبونش رو از بیخ دهنش داده بیرون و به افق دور خیره شده، اون داره زیبش رو دیگه شد کنه. آخرش رو اصلش همون بود که از بخوندم. البته میخوام زبان کار کنم. چند تا از دوستان گفتم آقا تو زبان. خب بریم لالا کنیم، درسته؟ یعنی موافقی تا سحر یه ذره بریم؟ یه